گذشت یک هفته از سوختور شب 25 نوامبر در انبار کارخانه کارکرد پخته مظفر کمپانیا در نویه مشچا مقامات بر این خلاصه رسیدند که این کارخانه را برقصدا آتش زدند. حجم ضرر این سوختار که بر اثر آن حدود 700 تن نخ تیار پخته به کام آتش رفت 140 میلیون سومانی یا تقریبا 12.4 میلیون دلار برآورد شده است. اما تا کنون یگان گمانبر در رابطه به قصداً آتش زدن بزرگترین کارخانه پخته نویه مشچا دستگیر نشده است. منابع نزدیک به تحقیق حادثه به خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان گفتند که تحقیق سبب سوختار و خسارات رسیده از آن در انبار نگهداری پخته شرکت مظفر کمپانیا در نویه مشچا به انجام رساندند. یک منبع معتمد از خدمات سوختار نشانی ولایت سوخت در صحبت به سپوتنیک تاجیکستان گفت در 70% خلاصه کمیسیای تفتیشاتی سبب حادثه سوختار برقصدانه ارزیابی شده است. سوختار تخمینا ساعت 3 شب 24 و 25 نوامبر رخ داده است. فرضیه های اساسی رسش کوتاه ناقل های برقی، آتش تماکو و حتی آتش بازی کودکان هم سنجیده شده است. این فرضیه ها به واقعیت حادثه موافقت نمی کنند. خلاصه شده است که آتش سوزی قصداً صورت گرفته است، گفت منبع. بنا به اطلاع منابع از نویه مشچا در پی این آتش سوزی حدود 700 تن نخ پخته تیار به کام آتش رفته است. در عین زمان به سوختار نشانها میسر شده است که بیش از 400 تن پخته دیگر را از آتش نجات دهند. بنا به اطلاع دریافتی حجم خسارات رسیده از سوختار در این انبار پخته نویه مشچا کم یا بیش از 140 میلیون سومانی حساب می شود. سوختار در انبار نگهداری پخته در نویه مشچا که متعلق به شرکت مظفر کمپانیا گفته می شود ساعت 3 شب 24 و 25 نوامبر سر زد. برای خاموش نمودن آن به حساب ماشین‌های آبپاشی نویه مشچا حدود 14 ماشین دیگری سوختار نشانی از شهر و نواحی خوجند، باباجان غفورов، بوستان، گلستان و استقلال فرستاده شد و بعد قریب 10-12 ساعت این سوختار خاموش کرده شد. چنین خلاصه شدن آتش سوزی انبار پخته نویه مشچا در حالی است که در روز 21 اکتبر به کام آتش رفتن تخت بازار برکت نویه باباجان غفورov را هم مقامات کار قصداً انجام شده اعلان کرده بودند. در پی این حادثه نیز صاحبکاران زیان بزرگ مالی دیدند، اما تا کنون مقامات درباره باز کردن پرونده علیه عاملان این حادثه رسما چیزی نگفتند.